امروز پهلوان و مربی معروف تاجیک طالع خالنظرов در شهر پردوبیتسای جمهوری چک ورزشگران منتخب امارات متحده عرب را برای مسابقه های پارالمپی آماده می کند. سابق چمپیون جهان و آسیا در پاورلیفتینگ یا خود سه حربه قدرتی که بعد از جراحت جدی در سال 2010 شرکت در مسابقه ها را موقتا کنار گذاشته است، باور دارد که شاگردانش از کلوب خرفکن امارات متحده عرب در بازی های المپی ورزشگران معیوب قله های بلندترین را فتح خواهند کرد. چی شما را به امارات متحده عرب برد؟ بعد از در چمپیونات بین المللی که در شهر دبی امارات متحده عرب برگزشت، یک چند دعوتنامه گرفتم و دعوتی دسته دعوتی کمیته المپی امارات متحده عرب رو قبول کردم، زیرا ورزشگراشون در اون وقت در ساعت معتدل بودند و هدفشون اون بود که به عرصه بین المللی برآیند. ولی خب طالع شما یک شماره خیلی بزرگی شاگردان در تاجیکستان هم داشتید. یکی از آنها یاد دارم پرویز آدینایف و بازی‌های المپی لندن هم بازی‌های پارالمپی لندن هم راه خط گرفته بود. سرنوشت اونا چی میشود اکنون؟ اونها خوبن، فکر میکنم باز ان شاء الله خوبتر میشد، برای که هر کاری که من اول به نقشه میگیرم، اول هدفم اون است که شاگردای خودم، شاگردای تاجیکستانی هم البته در اول در پیش نظرم هستند، برای که از کشور بیرون برآمدن یگان جایی بد ندارد. اولش که تجربه، دومش که شناسایی با مکتب‌های ورزشی دیگر. یعنی شما گفتنی هستید که اونا وقتی که شما در دبی هستید اونا هم میتوانند به تمرینگاه دبی دعوت شوند؟ بله شرایطای من باز خوبتر شد. اول مثال فرض کنیم میتونستم فقط در تاجیکستان کار کنیم و باز شرایط من الحمدلله خوبتر شد که من میتوانم شاگردام رو با مشق‌های جمع آمده‌های مشترک ورزشی با دولت‌های عرب با اروپا بیارم و بچه‌های شاگردانی که در عربستان هستند با تاجیکستان با جمع آمدهای ورزشی برده در اونجا کار کنیم، زیرا که باد و هوای تاجیکستان چطوری که میدونید از همه جای از همه خوب است. ولی در امارات متحده عرب شرایط خودتان چه خیلی است؟ بد نیست. اویله همراهتان است؟ کودکان اویله همراه است. چند کودک دارید؟ 3 کودک دارم، 2 دختر و 1 بچه، 1 پسر. حاضر در مکتب عربی میخوانند، با زبان عربی تحصیل دارند. شرایط خوب است برای من، برای ورزشکار شرایط فقط اون که بچه‌ها خواهش کار کردن داشته باشند، بس ما دیگر طمع زیاد هم نداریم و میخواهیم فقط برای نتیجه کار کنیم. احمد حسن القاضی مسئول بخش ورزش وزارت معارف امارات متحده عرب امید دارد که شاگردان طالع در بازی‌های پارالمپی سال 2016 هم صاحب مدال خواهند شد. لدينا هنا مدرب ممتاز اللي هو توليه وهو من طاجستان. مربی با مهارت ما طالع از تاجیکستان است. به شرافت تمرین‌های او نتیجه فرزندانمان بهبود یافته است و ما انتظارات بزرگ داریم. ابنائنا الذين يدربهم على يده فهم اصبحوا الان يعني لهم ثقل طويل ولهم میزان طويل. محمد القوادی رئیس کلوب خرفکان امارات متحده عرب میگوید همه ورزشگران دسته زیر رهبری او یک عائله هستند و طالع با صمیمیت و غمخوریش در یک مدت کوتاه به عضویت این عائله قبول شده است. کرم بین اهله و اخوانه و کلنا ما همه یک عائله هستیم. طالع هم در این عائله یک عضو محترم است. هذا المدرب صار من ضمن الاسره الموجوده في النادي. شارح ورزش نرزالله لطیف با تأسف تاکید میکند که از سبب نبودن شرایط مناسب ورزشگران آینده‌دار تاجیک ترک کشور میکنند. متاسفانه امروز متخصصان ورزشگران بهترین تاجیکستان مجبور میشوند که به کشورهای دیگر سفر کنند و در آنجا آنها تمرین میکنند و بعضا میشود که آنها دیگر کشورها را نمایندگی میکنند. سببی از تاجیکستان رفتن آنها این است که پیش از همه شرایط ضروری برای تمرین، برای مشق به آنها نمیرسد.
خب طالع شما را نسل گم شده میگویند. یعنی وقتی که اشیرین وقتی که شما در چی بودید؟ در کورس یک سال 92 وقتی که دانشگاه داخل شدید در تاجیکستان جنگ شهروندی بوده. شما با اهل عائله‌تون مجبور شدید که به خارج کشور سفر کنید. بسیاری ها از این سبب نتوانستند که دانشگاه خود را تکمیل کنند یا اینکه با کار مشغول باشند. ولی شما طوری میبینم وقت را بیهوده صرف نکردید. چی شما را به تالار ورزشی برد؟ از بس که شودروان پدرم ورزش رو خیلی دوست داشتن و بله امام نظر خالنظر ادیب و خبرنگار تاجیک خیلی ورزش را دوست می داشت و بسیاری ها هم ورزشکار شدند از سبب آنکه پدر شما اونها را تشویق کرده بود. ولی پدر شما سرسپرده فوتبال بود و چگونه پسر او به پاورلیفتینگ رفت؟ پدرم میخواستن که من قدم به فوتبال روم. خیلی حواس داشتن ولی مادرم گفت که من همسایه‌ام اکای حسن حسینم در نظر داشتن مادرم که اونها با گشتین میروند. گشتین گیرن و قد و قامت رسا گردن‌های وزیب کتفای خوب هم دارن. میخوان حواس دارن که فرزندان من محض مانند اونها گشتینگیر باشن، پهلوان شکل باشن و فوتبال رو احتمال اونقدر دوست نداشتن یکنم. بعد پدرم گفت هرچی که خود اساسش که ورزشگر باشن. و در سن 8 سالگی من و دادرم که اون وقت 5 سال داشت هنوز با مکتب گشتین بردند و مکتب سامبو در الماتا در دوشنبه تالار ورزش که اومدیم کار بکنیم. که اسکندر نوبت شما زیاد نیست 110 کیلو من کمک میکنم. کمک؟ ولی اگر خوب تصور کنید بسم الله آسان ماشاءالله کمک نکردم. این است کاری هر روزای ما. آیا با این وزن برای منتخب معیوبان امارات متحده عرب یا امارات تاجیکستان کافی است؟ برای اگر وزنتون تقریبا 45 کیلو باشد احتمال کافی باشد. ولی یک کم زیادتر از 45 هستیم. ولی در عین حال البته کافی نیست برای روزنامه‌نگار در مصاحبه ماشاءالله از خیلی خوب است. خب ولی یک چیز دیگری که میخوام از شما پرسم این است که خب روز یکشنبه ما و شما در مرکز در پراگ سیر کردیم و من خیلی زود پی بردم که وقتی مثلا با یک نفری میگردید که چی است بازو دارد و تنومند است خیلی مردم توجه جلب می شود آدمان میخوان ببینن این کی است این آدم تنومند. آیا در همین وضعیت آدم متکبر نمی شود مغرور نمی شود؟ زیاد آدم رو خیلی سرش رو خم کرده خاکسارتر میکند و هدفم این نیست که از کسی دیگر بالاتر باشم و از کسی دیگر زورتر به معنی که در کوچه و چیز. و برای چی آدم‌ها احتمال زیاد اهمیت میتین برای که سالهای اخیر اکثر جوانان اکثر آدم‌ها از ورزش دور شدند و موقعی که ما آدمی کمتر تنومند رو میبینند در تعجب میشوند که چجوری است. ولی این تنها سبب مشق هاست، مشق‌های پی در همی سال از سال. درباره فرزندان گپ زدین گفتید که 2 دختر دارید یک پسر جوشن جان حالا به کدام نوع ورزش توجه دارد؟ ولی یاش است اساساً بازی میکند شیناوری و دویدن و حالا یگان نوع مخصوصی ورزش بسیارتر به خواندن که حاضر ما که با دیگر جا هستیم و زبان عربی رو از خود کی کرد. انشالله در همونجا در یگان کلوبی خوب رفته کار میکنیم که آینده یکی از نفرهای شود که در آینده هم ورزشی تاجیکستان رو با درجه ها و قله‌های نوتر خدا خواهد بردارد. نیت این است.
دختران همینجوری میخوام دختران تمرین میکنن یعنی ورزشکار هستن دختر شما شوند که آینده خانمای تاجیکستان رو هم معرفی کنند در هر سایت بین المللی خدا خواهد. بسیاری از جوانان وقتی که یکم بار شکست میخورن، مثلا شما سال 2003 پایتون شکست میگوید که برقرار کردید، منتظر شدید از پسش بدید، ولی بسیاری ها نمیشون. اونا میبینن مورد توجه گروه های جنایی قرار میگیرن، بعضا مهیزده میشون، ورزش رو فراموش میکنن و حتی گفتم و حتی مثال های هست که آنها تروریست هم شدن. این از اولش از تربیه است، دومش هم تربیه خانه هم بسیار از مربی وابسته است. مربی باید هم برابر مشق‌های عملی ورزشی باید هم چون والدین تربیه انسانی رو با پیش بره تربیه کند بچه‌ها را که هدف از بقوت شدن، از زور شدن، زور در بیرون نیست، زور در بین مردم نیست، زور در باشگاه، زور در میدان مسابقه است. باید زوری رو برای баланд бардоштани парчам, барои гирифтани медал, барои обрӯи эҳтироми обрӯи ватан сарф кард. ва мисол ҳозир ман ҳам баробаре ки бо бачаҳои солим кор мекунам дар пауэрлифтинг, ҳам бо бачаҳои маъюб кор мекунам ки медали бозиҳое ки маъюбо иштирок мекунанд, фикр мекунам аз медали бозиҳое ки ба саломатишон хуб аст як маротиба гӯем ба обрӯтар аст. чаро? Барое ки онҳо аз мушкилиҳои зиндагӣ гузаштаанд ки ҳар кас наметавонад гузашта. мисол бача ҷавон буд, тану ман дасту пои хуб дошт, баъд ягон садама рух дод, ягон мисол ҳодиса шуд ки аз дасту по монданд, мисол маъюб шуданд ё ки аз таваллуд маъюбанд. онҳо барои мо як дарси ибратанд ки чӣ тавр одам бояд ғайрат дошта бошад, сабру таҳаммул дошта бошад ки ба қувваи баланди варзишӣ барояд. ва маҳз барои ҳамин медалҳои бачаҳое ки маъюбанд бисёртар сангинтар аст, бисёртар арзиши бештаре дорад барои варзиш ва ҳамчунин ки дар бозиҳои олимпӣ. با امید کامیابی ها و پیروزی های شما دسته پارالمپی که شما حالا تربیت میکنید و همچنین تمام شاگردان شما در تاجیکستان، ما گفتار امروزه رو از شهر پردوبیتسه جمهوری چخ به پایان میرسانیم و به شما پیروزی و موفقیت خواهشمندیم.